سلام، حالتون چطوره؟ میخوایم درباره دلبستگی اضطرابی باهاتون حرف بزنیم. تا حالا شده تو رابطه دائم نگران باشی؟ یا با خودت بگی چرا به یه پیام دیر اینقدر واکنش نشون میدم؟ این حس فقط به خاطر نیازمندیت نیست. اتفاقاً ریشه هاش خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. اگه سکوت طرف مقابل تو رو میترسونه، دلیلش همینه. دلبستگی اضطرابی در واقع یه آژیر خطر تو مغزته. مغز شما دوری چه از نوع عاطفی باشه یا فیزیکی به عنوان یه تهدید حیاتی برای بقا تفسیر میکنه و نه فقط به عنوان یک ناراحتی ساده. این یه مکانیسم قدیمی برای بقاه. واسه همین آژیر داخلیتون خیلی زود روشن میشه. حتی یه کوچولو تغییر لحن یا یه استیکر ساده سریع باعث ترس و استرس شدید در شما میشه. افکار منفی مثل یه چرخ گوش تو سرتون میچرخن. فوری سناریوهای بد رو توی ذهنتون میسازید. این الگو از همون دوران بچگی شکل گرفته. احتمالاً در دوران کودکی نحوه پاسخدهی والدینتون و یا اون کسانی که از شما مراقبت میکردن به نیازهای عاطفی شما غیر قابل پیش بینی یا نامنظم بوده. واسه همین یاد گرفتید که عشق ناامنه. شما عمیقاً آدم عاشقی هستید، ولی بدن شما نزدیکی رو یه جور ریسک میبینه. به همین خاطر دائم دنبال نشونه‌هایی از طرد شدنه. بدن شما داره خودش رو برای رها شدن آماده میکنه. یادتون باشه این یه ضعف نیست، یه غریزه است. خبر خوب اینه که راه درمانش هم هست. شما میتونید سیمکشی مغزتون رو عوض بکنید. باید از آرام کردن اون آژیر خطر درونی که در موردش صحبت کردیم شروع کنید. باید به مغزتون ثابت کنید که الان در امانید و خطر شما رو تهدید نمیکنه. از تمرین‌های تنفس عمیق و آگاهانه استفاده کنید. این تنفس‌ها استرس جسمی رو کم میکنه. دقیقاً بفهمید چه چیزهایی شما رو تحریک میکنه. یعنی باید بتونید لحظات و موقعیت‌هایی رو که باعث فعال شدن شدید سیستم اضطرابی در درون شما میشه رو پیدا کنید و فهرست کنید. قبل از هر واکنشی یه توقف آگاهانه کنید. یعنی اون حالت خلبان خودکار مغزتون رو برای چند لحظه متوقف کنید تا این مکث از انتقال سریع اضطراب به یک اقدام مثل ارسال پیام‌های متعدد یا اتهام زدن جلوگیری کنه. بعدش باورهای قدیمی رو به چالش بکشید. فکرهای منفی رو با دلیل و منطق عوض بکنید. باور غلط این که عشق ناپایداره رو از بین ببرید. برای شفا یاد بگیرید خودتون رو آروم کنید. منبع اصلی آرامش خودتون باشید و دیگه لازم نباشه که برای آروم شدن دیگران رو کنترل کنید. مرزهای مشخص و سالمی برای خودتون بذارید. یعنی شما باید یه قوانینی رو برای خودتون و برای نحوه تعامل دیگران با شما در نظر بگیرید تا سلامت روانیتون به طور کامل به رفتار دیگران وابسته نباشه. نیازهای واقعیتون رو روک و راست بگید. رابطه رو با بازی‌های ذهنی امتحان نکنید. بازی‌های ذهنی اون بازی‌هایی هستن که شما می‌خواید با اونها شریکتون رو وادار بکنید که عشقش رو به شما اثبات بکنه یا واکنش نشون بده. مثل کناره‌گیری و سرد شدن ناگهانی. اگه من دور بشم اون نگران میشه و به دنبالم میاد تا ثابت کنه که منو دوست داره. این یه جور بازی ذهنیه و بایستی از این بازی‌ها دوری کنید. تمرین کنید که سکوت‌ها رو تحمل کنید. بپذیرید که عشق با یکم سکوت تموم نمیشه. با این تمرین‌ها سیستم عصبی شما عوض میشه و کم کم به جای ترس احساس امنیت جایگزین خواهد شد. اون وقت رابطه شما واقعاً امن میشه.